اگه ازم بپرسن بزرگترین تجربه زندگی چیه، میگم یاد گرفتم تو کار خدا دخالت نکنم. موندنی میمونه، رفتنی هم میره. اونی که حرف ناحق زد پس میره، اونی که تهمت زد پس میره، اونی که خواست خرابت کنه بالاخره پس میره. تو فقط زندگی کن، نفرین نکن، آه و نالم نکن، فقط بگذر و زندگی کن. اونی که اون بالا نشسته، خود خدا همه چی رو درست میکنه. یه بادم میفرسته آمار همه کسایی که بهت بد کردن و پشت سرت حرف زدن به گوشت میرسونه. بعضی‌ها هم حتی کارشونو به تو گیر میندازه، شرمنده تر و دست و پا درازتر برمیگردن. یه چیزی بهت بگم، تو فقط بدون اینکه پیگیر باشی که چی شد چی نشد زندگی تو بکن. خدا هست، خودش حواسش قشنگ به توه.